ملت ما را معرفی میکند. پرچم در دست، بالای سر پرچم را موین میبراید. بازگشتی این شهر ژیان تاجیک با رینگ است. موین غفوروف پرچم را در دست میگیرد و این ورزشگر 22 ساله برمیگردد. دو کرات عنوان قهرمان جهانی سامبای محاربه را دارد. آخرین مراتب ما رقابت موین غفوروف را با ایتالیا دیده بودیم. در TFC 5 برآمد کرده بود. از این پیش در SCB 55 در جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه مبارزه بود. ماه مرد 2017 بود بین آدمیه مبارزه کرده بود. سامی امین ورزشگر عرب را در TFC در شهر در سال 2016 مغلوب کرده بود. مکان دنگره بود جمهوری تاجیکستان. مبارزه برای به دست آوردن کمربند اسماعیل سامانی 5 بود. همچنین تاژا 3 راوند 5 مینوتی در اینجا احتم خاکیرف، ظهور نور محمدов نفرانی که با موین چند روز اخیر در تایلند بودند بانکوک تمرین میکردند. موین غفوروف خیلی جوان است اما در وان چمپیونشیپ دو مراتبه که سالهای 2016 هم برآمد کرده بود. یکی با کوین بلیگان و دیگری با مکلارن مبارزه برده بود. از روی نتیجه خالهای داوران باخته بود. از روی نتیجه خالها، یعنی اون نوبت 3 راوند با پرگی تلاش کرده بود. حالا موین غفوروف اکنون با رینگ میبراید. موینه که 15 پیروزی دارد و 2 باخت. رقیب موین غفوروف ورزشگر برزیلیایی آلیاندرو ایسا، مکتب گرپلینگ، مکتب جیوجیتسو 3 کرات عنوان قهرمان جهان جیوجیتسو را با دست آورده است. وزن 62 کیلو، قدش 1 متر و 70 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. اولین مراتبه دیبیوت کرده سال 2006 طریق نکاوت 2 رقیب و حالت سابمیشن میگویند باقی کردن 10 بار مراتبه موفق گردیده است. از روی حلنامه داوران 4 بار پیروز شده است. 2 مراتبه طریق نکاوت شکست خورده است. 2 مراتبه دیگر طریق سابمیشن همون حالتی باقی کردن خود مبتلای همون باقی رقیبان شده است. از روی حلنامه داوران 2 مراتبه نیز شکست است. در شرکت با نفوذ UFC برآمد کرده است. همگی 5 رقابت در UFC گذرانده است. شروع از سال 2014 تا سال 2016 در شرکت با نفوذ UFC با 2 پیروزی و 3 باخت آن را جنببست کرده است. شروع از سال 2011 تا این جانب در شرکت وان FC یا وان چمپیونشیپ میگویند مبارزه کرده است. در این شرکت وان FC 6 پیروزی دارد، 1 مرتبه مغلوب شده است. 3 مرتبه آخران پای در پای رقیبان را مغلوب کرده است. یکی از ورزشکاران بهترین، دومین در فهرست بهترین ورزشکاری وان چمپیونشیپ در وزن نیم میانه به حساب می رود. اکنون بگویم اگر که نبرد جیوجیتسو، مکتب جیوجیتسو بر مقابل سامبای محاربه پس خطا نخواهیم کرد. آخرین مراتبه این ورزشگر برزیلیایی با رامان آلوارز مبارزه برده بود. طریق سابمیشن حالت باقی کردن او را شکست داده بود. یکی از ورزشکاران خیلی هم نامدار روسیه را مغلوب کرده است، یوسف سادولایف. او یکی از ورزشکاران خیلی مشهور بود که او را در وان چمپیونشیپ 8 سال 2013 این ورزشکاری برزیلیا مغلوب کرده است. 35 سال دارد برزیلیایی و موین باشد همگی با 22 سال بر مقابله می براید. یعنی قریب ببینید چقدر فرقیت است، زیاده از 10 سال. اما موین به همه نگاه نکرده آخرین مراتبه تاکید کرد که من آماده‌ام. And martial arts fans from all around
exciting global martial arts event, One Championship. از سر اول معرفی از موین غفوروف. کنجی کبود موین است. It is One Championship, Kingdom of Heroes. So get ready for a night of non-stop martial arts action. And now, this match is 3 rounds of 5 minutes in a one. سه راوند مقرر شده است. اما هر راوند عبارت از 5 دقیقه. از اول بلو کورنر یا کنجی کبود موین غفوروف معرفی می‌گردد. 15 پیروزی 2 باخت برای موین می‌بینند. تاج فایتر موین تاجیک اکنون رقیب موین را با طور رسمی معرفی میکنند. از 3 کرات عنوان قهرمان جهانی جیوجیتسو است. رکوردیو 16-6 است. مکتب جیوجیتسوی برزیلیا برای همگان معلوم است. دیگر حاجت برای تفسیر و شرح نیست. لیاندرو ایسا حالا راوند اول یوجی شیمادا اکنون جفت را دعوت میکند نزدیکش و رقابت آغاز میشود. قاعده هایی که در MMA موجود است و ضربه های ممنوع را همچنین میفهماند. اکنون گل دختران تایلندی ما را به راوند اول میبرد. آماده هستند؟ گو رفتیم. موین اکنون از کنجی کبوت است و لیاندرو ایسا. موین در ضربه زدن. اوهو ببینید اکنون موین چند ضربه خیش را به کار برد. اما ایسا نیز بسیار کاردان است. جستو چالاکی ایسا را اوهو این حالت دیگر است. موین نباید که او را میگذاشت برای افتادن در زمین، چون که مکتب جیوجیتسو بسیار هم خوب است. این حالت برای موین خیلی هم مشکل است. موین باید در راستا کار کند. هیچگاه برای رقیب نگذارد که رقیب در حالت پارتری کار را انجام دهد، وگرنه کار پارتری ایسا خیلی پرقوت است. باید سر اول از این حالت مشکل خود را برآورد موین. نه، اگر راستا مبارزه برد موین خوبتر است فکر میکنم. آها موین یک نوبت دیگر رقیب را میبرارد و حالا ببینید خود را دفاع میکند. نه، در حالت افتیدن برای موین مشکلی میآورد و باید راستا مبارزه برد. اما موین با این نگاه نمیکند، رقیب را سمت دیگر هوا میدهد. امکانیتی برای ضربه زدن باید خوبتر بود. اما این اکنون فاصله را نگاه می‌دارد. الکی احساس کرد که کار در پارتر برای اون رنگی نمی‌شود، اما این ضربه های جب و هوکی را به کار می‌برد. فاصله را دورتر می‌گیرد. حالا نزدیکتر ایسا می‌گردد. این عنوان قهرمان جهان جیوجیتسو در پارتر خیلی کارش خوب است. باید احتیاط باشد موین غفوروف. آها طرق دست چپ موین ضربه قوی را به کار برد، اما ایسا باشد هنوز هم در جستجوی موین است. نه، هنوز ضربهش به هدف نمیرسد. موین از دو سمت ضربه میزند و ایسا باشد بسیار ماهرانه کار را به پیش میبرد. از ته منع ظهور نور محمدوف برای موین مصلحت میدهد، اما احتیاط به هر حال برای موین غفوروف لازم است که
فاصله رو نگاه دارد. بله یک ضربه خیلی قوی تمام. این آفرین، این از ضربه قوی موین کار را انجام داد. ترک دستی چپ ماهرانه، هوکی خیلی هم قوی. آفرین موین، ما باوری داشتیم با موین و این ضربه حل کننده بود. ظهور محمد نور محمدов عطب خاکر فکنون این موین را احسن میگویم. ببینید چگونه ضربه قوی بود. ترک دست چپ. حالا میبینیم حالت تکرار را. بسیار دست راست کار را انجام داد. با دست راست موین یک ضربه زد که رقیب بس پای افتید. آفرین، همین ضربه مردانوار همین است. ضربه حل کننده که نام تاجیک را نشان داده است. ببینید حالت تکرار را. آفرین، دیگر حجت برای سابمیشن نیست. حالت بکار بردن در زمین دیگر حجت نمونده است. آفرین، همین انتظار بودیم دوستانی عزیز. همین ضربه حل کننده که از جانب موین غفورов بود. بازگشت قادرانه موین غفورov وان چمپیونشیپ. آفرین، این کار دیگر است تماما. ببینید عکسی پیشوای ما پیش موین است. پرچم مقدسات ملی به خاطر که ما هم زیر همین پرچم میزنیم. زیر همین پرچم به خاطر آبادی، به خاطر پیشرفت، به خاطر ظفر، به خاطر پیروزی. همین ضربه که حل کننده است. ما از موین باوری داشتیم. پهلوانان تاجیک، ورزشکاران اصیل تاجیک همیشه قوه دارند، همیشه باوری دارند. اکنون چهره خندان موین را دیدیم. آفرین، ناکاوت موین غفورov. آفرین، بسیار ضربه جالب بود. این است ضربه که هدیه می آورد برای مردم تاجیک، برای دوستداران MMA، برای دلباختگان و هواداران موین غفورov. بازگشتی خیلی قادرانه موین غفورov قائل کرد. آفرین، ضربه همین است. ضربه حل کننده، ترک دست راست. همین ضربه که در حالت تکرار می بینیم. خیلی قوی. احسن موین غفورov. با همین راه پیش رفتن برای تو ظفر است. ظفره که ضربه که قوی است. اکنون مخلصان شاد هستند.